لایکی لایکی چرا پشت دین نمیگردی؟ چرا مفهوم واقعی اسلام نمیشناسی که راه مستقیم برد؟ تو اونجا یک درو میگی که اهدینا الصراط المستقیم، راه مستقیم همون تو روی پیدا میشه. قرآن خودش پس برای ما میگه صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که الله تو سرشان انعام کرده. چقدر خوب برای ما واضح شد کدام راه را تعقیب بکنیم. همین کسی که برای ما سوال کرده که کدام راه را تعقیب بکنیم، ما برش میگم صراط الذین انعمت علیهم. جانب دیگر هم برات واضح کرده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در راه او منعم علیهم روان شو که او منعم علیهم یکی از جمله علامات خیلی آشکارایش، نمایانش، معلومدارش مغایرت با او کسایی هستند که در افراط و تفرید قرار داره، در یهودیت و نصرانیت قرار داره، او کسایی که بندگیش مادیات کرده، یا او کسایی که از راه اصل دین انحراف کرده، مغاره ها را در پیش گرفته، کلی کامیابی خود مغاره نشینی را قرار داده. این مردمی که منعم علیهم است یا مغایر او طایفه هاست. چرا او را نمیگیریم؟ آلی این مردم را پیدا کنیم.